سلام و عرض ادب و احترام دوستان گرامیم. امیدوار هستم که همه‌تون جور و سلامت باشید. موضوع صحبت ما تربیت درست فرزند است. زمانی که ما حقوق فرزند خیش را حفظ کنیم و با محبت، احترام و عدالت با او رفتار کنیم و به او اهمیت بدهیم، او نیز در آینده حقوق ما را حفظ میکنه و با احترام و محبت پاسخ خواهد داد. احترام و محبت زمانی ایجاد میشه که ما احترام و محبت به مقابل انجام بدهیم. فرقی نمیکنه که اون مقابل بزرگ باشه یا هم کوچیک. تربیت درست امروز آرامش فردای والدین است و تربیت نادرست امروز بدبختی فردای والدین است. امروز ما و شما میبینیم که اکثریت خانواده ها و والدین شکایت میکنند از فرزندانشان، اما اینا باید اولا از خود شکایت کنند از بابت اینکه درست تربیت نکردن فرزندانشان و این عدم اهمیت به تربیت فرزندشان بود که امروز فرزندشان گستاخ، بی احترام و بی محبت در مقابل پدر و مادر شده. کودک برای رشد سالم به دو چیز نیاز دارد. اول محبت و دوم حدود مشخص. این دو اصل مثال دو بال هستند. نبود یکی باعث سقوط تربیت می شود. اگر یکش نباشه دیگرش هم ممکن نیست که پایدار باشه. اگر یکش را ما شما در زندگی روزمره انجام ندهیم، فرزند ما درست تربیت نمیشه. اول باید ما به فرزندمان یا پسرمان محبت بدهیم. محبت یعنی این که کودک ما را دوست داشته باشیم و کودک ما احساس کنه که دوستش داریم، ارزش برایش میدهیم و احساس کنه که امنیت داره از جانب ما و پذیرفته شده باشه. محبت با رفتار نشان داده میشه، با توجه، مثال آغوش گرفتن، لبخند، گوش دادن به سخنهایش، تشویق کردن فرزند. زمانی که میبینیم پیشرفت میکنه تشویقش بکنیم و در پهلوی محبت باید حدود را هم رعایت بکنیم. حدود یعنی اینکه کودک بدانه چی کار درست است و چی کار نادرست، چی چیز اجازه داره انجام بده و چی چیز را اجازه نداره انجام نده. و اینکه هر رفتار پیامدی داره، این را باید فرزند بفهمه. اگر خوب بکنه خوب میبینه و بدی بکنه بدی میبینه. رفتار خوب پیامد خوب دارن و رفتار بد پیامد بد دارن. پس تعادل محبت و حدود تربیت سالم را به بار میاره. محبت بدون قانون کودک بی مسئولیت میگردانه و قانون بدون محبت کودک را ترسان و بی‌اعتماد میسازه. تعادل یعنی با مهربانی حرف بزنید اما قانون داشته باشید. خطا را بدون خشونت اصلاح کنید. کار درست را با تشویق تقویت کنید. مثال برای شما میگم چون با مثال برای شما واضح تر میشه. اگر کودک از
کودکانیم. اگر کودک ما و شما اسباب بازی هایش را جمع نمی کنه، می بینیم که هر طرف می اندازه. باید برایش این جمله را بگوییم که من دوست دارم کودک من، اما قانون خانه ما ای است که بعد از بازی کردن اسباب بازی جمع شود. اینها را که همه‌اش را مراعات بکنیم، تربیت سالمی میگیره فرزندان ما. اگر این نکات برایتان مفید بود، لطفاً سابسکرایب کنید تا بخش های بعدی تربیت